بنابراین به همه شما من خطاب میکنم، بچه های عزیز، شما یگان کاری جنایت دست نزنید، فقط صبر کنید، صبر کنید. خوب ریشاتان میتراشند، تحقیرتان میکنند. اگر یگان کاری خلاف قانون کنید، ما از شما همچون پیشوا راضی نیستم. صبر کنید، انشاءالله آخر غلبه بر اسلام است. انشاءالله مثل که خداوند حزب کمونیست از جامعه دفع کرد و پرتافت، این دیگه دفع میکنید میپرتافت. شما لیکن یگان کاری خلاف قانون دست نگیرید. صبمون ریشاتان تراشند، گریه کنید، به خدا مراجعت کنید. مون روی مالای دختراتان گیرند، چیکار عکس العمل نشان ندید، به خدا مراجعت کنید. خداوند خدا خودش اینا هم دیده است، ما هم دیده ایستاده است. خدا انتقام مظلوم از ظالم میگیرد. لیکن من باز به اعلان میکنم، به همه فهمند، همه حکومت دارا باید فهمند که پیغمبر ما گفت است لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت مخلوق هیچگاه جایز نیست. خواه رئیس عالی است، خواه جناب عالی است، خواه پرکرار است، خواه سود است، وقتی که در او رو ما قبول نمیکنیم. ما قبول، یکی من اگر سرم برن قبول نمیکنم. ما مسلمان هستیم، خون ما خون مسلمان است. ما هیچگاه ناآرامی کشور ما نمیخوایم. ما میخوایم جمهوری ما آرام باشد، تنگ باشد، پیشرفته باشد. نخواد که همین مسجدها آرامی جمهوری ما را کلید کنند، نخواد که همین ریش آرامی جمهوری ما را کلید کند. آخر این تروریسم اول خود امریکا برآورد. والله همون القاعده بدبخت هوای خودش تربیت کرد، به افغانستان سر داد. در زمان شوروی نه القاعده بود، نه تروریست بود، نه تروریسم بود. اینها از کجا پیدا شدن اصطلاحات؟